لیکونن من امتی اقوام، رسول الله صلی میگه که در امت من یک تعداد مردمای پیدا میشن، چی کس دارن، چی کمال دارن؟ یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. حریر، خمر، معازف، 4 چیز حرام است. در آخر زمان کسایی پیدا میشن که اینی 4 چیز را که الله و رسولش را حرام کردن و اینایی را چی میگن؟ میگن حلال است. یستحلون الحر. حر چی را میگن؟ حر یعنی زنا را میگن حلال است. رفیق بازی حلال است. الله میگه شما مرد مسلمان با زن مسلمان روابط مخفی نداشته باشه، ولا متخذات اخدان، بای فرند و گرفرند نداشته باشه، یا میگه نی باید باشه.